بازار ارزهای دیجیتال رو پشت سر من میبینید که توی چند دقیقه گذشته سقوط بزرگی رو تجربه کرده و برخی از آلت کوین ها تا 80% از ارزش خودشون رو از دست دادن. حالا قضیه از چه قراره؟ اتفاقی که افتاده، چین اعلام کرده که میخواد از سال آینده از نوامبر 2025 محدودیت‌های شدید صادراتی رو اعمال کنه و الان ترامپ یه توییتی گذاشته که روی کالاهای چینی قرار تعرفه 100% بذارن و محدودیت‌های شدید روی صادرات نرم افزارهای حیاتی به چین اعمال کنن. اولین اتفاقی که میفته جنگ تجاری داره اتفاق میفته، یعنی تنش تجاری بین چین و آمریکا ترید وار 2 رو داره راه میندازه و اولین تأثیری هم که میذاره روی بازار، روی شرکت‌های تکنولوژی محوره و نتیجه این اتفاقات این میشه که بازار بترسه، نااطمینانی اقتصادی پیش بیاد و وقتی این اتفاق میفته اولین تأثیرش اینه که پول از بازارهای پر ریسک و ریسکی مثل بازار سهام و مثل بازار ارزهای دیجیتال خارج میشه و میره سراغ دلار و طلا. استوریه منو دنبال کنید و فردا میخوام ریز به ریز بهتون بگم که باید دقیقاً چی کار انجام بدید و الان وقت ورود توی چه بازاریه و وقت خروج از چه بازاریه. توصیه کوتاهی که بهتون دارم اینی که الان اصلاً وقت ترید کردن نیست و بازار میتونه نوسان‌های بزرگی رو تجربه کنه. پیج منو دنبال کنید، استوری فردا رو ببینید.